کارمندان باجخانه فرودگاه شهر چلیابینسک روسیه از یک مسافر پرواز چلیابینسک خوجند قریب 2 میلیون روبل پول نقد پیدا کردند. باجخانه فرودگاه چلیابینسک روز 13 می سال 2024 خبر داد که این مسافر پولهای داشته‌اش را اعلامیه یعنی دکلاراسیون نکرده بود و هنگام بازپرسی گفته است که نمیدانست که باید مبلغ برابر بیش از $10,000 امریکایی را باید اعلامیه کند. الکسی الکسیف سردار باجخانه فرودگاه چلیابینسک گفت بر اساس قانونگذاری گمرکی از روسیه برآوردن پول نقد به مبلغ بیش از $10,000 امریکایی تنها در صورت پر کردن دکلاراسیون یا اعلامیه گمرکی اجازه داده می شود. تا ورود به منطقه نظارت گمرکی مسافر باید با قاعده های از مرز گذراندن مال و پول شنا شده در صورت ضرورت برای مشورت در مورد چگونه پر کردن اعلامیه ضروری باید به کارمندان مسئول باجخانه مراجعت کند. در رابطه با این کوشش قاچاق غیر قانونی پول نقد طبق ماده 16 کودکس قانونشکنی‌های مأموری روسیه پرونده مأموری گشوده مبلغ برابر $10,000 امریکایی طبق قرب رسمی همان روز را به مسافر راهی خوجند برگردانیدند، ولی مبلغ باقی مانده را که بیش از 1 میلیون روبل را تشکیل می‌دهد تا زمان بررسی پروندهش در دادگاه از دستش گرفتند. با این مرد طبق ماده 16 جریمه به اندازه اصلیم تا 2 برابر مبلغ از وی گرفته شده و یا مصادره تمام این مبلغ تهدید می کند.